سلام قشنگای من، امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه. اومدیم با تک نیت ماهای تولد برای اینکه بخواید با انرژی من همسو بشید و برای اینکه فالتون تحقق پیدا کنه. کد 1111 رو زیر این پست حتما کامنت کنید. دوستتون دارم. خب میریم سراغ تکنیت فروردین ماهی جان عزیزم که انشالله برای همگی پر از اتفاقات خوب رقم بخوره. شما در حال تلاش هستید برای اینکه بخواید اوضاع مالیتون بهتر بشه. اطرافیانی که در اطرافتون هستن آدمایی هستن که قصد درو بودن دارن و قصد چاپلوسی دارن و اینها باعث میشن که توی تلاش هایی که شما میکنید وقفه ایجاد بشه. یه مقدار فکرتون از نظر مشکلاتی که توی زندگیتون ایجاد شده دچار ناراحتی هستش که حتما با امید خدا اون روزنه نور میاد و این شک و تردیدها و مشکلات رو از بین میبره. خب اردیبهشت ماهی جان عزیز دلم، یک حاجتی دارید که یک نظری کردید در رابطه با اون حاجت که حاجتتون حتما برآورده میشه و تا 3 وعده دیگه همچین اتفاقی میفته. سعی کنید تنبلی رو کنار بذارید، اعتماد به نفستون رو بالا ببرید. یه سری استعدادها درون شما هستش که با توجه به اون شگفت زده میشید. خرداد ماهی جان، تکنیت خرداد ماهی جان باعث میشه که این تکنیتی که توی طالعتون هستش باعث میشه دیده میشه که یه سری کارهای قانونی وجود داره که بر اساس این کارهای قانونی که توی زندگیتون اتفاق میفته دنبال نتیجه هستید که نتیجهش به زودی بهتون اطلاع داده میشه، به نفعتونه و باعث خوشحالیتون میشه. از طرف یه آقایی هم حمایت مالی میشید. حسود توی زندگیتون به شدت زیاده. خب تیر ماهی جان عزیز، یه سری مشکلات و یه سری مسائل و یه سری ناراحتی ها توی زندگیتون هستش از نظر مالی، کاری، زندگی که اینها در حال پایان دادن به این مشکلات هستن. یعنی مشکلاتتون، ناراحتیاتون از بین میره و یه پولی هم تا 9 وعده آینده بهتون میرسه. مرداد ماهی جان، براتون موفقیت دیده میشه بابت اون کارها و تلاشایی که کردید و یه سری تصمیم گیری ها دارید توی زندگیتون که میتونه توی هر زمینه ای باشه که به شدت براتون روشنه. شهریوری ماهی جان، اطرافتون آدم های حسود به شدت زیاده. یه سری دخالت های نابجا از طرف یه سری از اطرافیان توی زندگیتون هستش و یه سری سرسختی ها توی زندگیتون باعث موفقیتتون میشه. یه پولی هم بهتون میرسه، یه برگ برنده که باعث موفقیت شما میشه. مهر ماهی جان عزیز، یک سری ها دنبال کار هستن، یک